برویم سمت آسیا و آمریکا، جایی که حیوانی وجود دارد مهربان، اما در بعضی موارد خطرناک. او خوشش نمی آید کسی به بچه‌هایش دست بزند، از غذای روزانه او بردارد و زندگی او را مختل کند. او خرس نام دارد. خرس‌ها پستاندارانی از خانواده خرس‌ها هستند که به زیر راسته سکسانیان تعلق دارد. هرچند فقط 8 گونه خرس وجود دارد، اما پراکندگی جغرافیایی گسترده‌ای دارند و در زیستگاه‌های متنوعی چون قطب شمال گرفته تا برخی نقاط نیمکره جنوبی سکونت دارند. آنها ممکن است در روز یا شب فعالیت داشته باشند و تقریباً در بیشتر مواقع به استثنای زمان تولید مثل و هنگام نگهداری از توله‌ها زندگی انفرادی دارند. خرس‌ها معمولاً حفره و غارها را به عنوان پناهگاه خود انتخاب کرده و عموماً در فصل سرد به خواب زمستانی می‌روند. خواب زمستانی خرس‌ها ممکن است تا 100 روز به درازا بیانجامد. رده‌بندی علمی، فرمانرو جانوران، شاخه طنابداران، رده پستانداران، راسته گوشت خارسانان و تیره خرسان. ویژگی‌های رایج خرس‌های امروزی شامل جثه‌های بزرگ با پاهای تنومند، پوزه‌های بلند، گوش‌های گرد کوچک، موهای انبوه، پنجه‌های کفرو با 5 چنگال غیر قابل انقباض و دم کوتاه است، در حالی که خرس قطبی بیشتر گوشتخوار است و پاندا تقریباً به طور کامل از بامبو تغذیه می‌کند. این جانوران برخلاف جثه بزرگ و سنگین عموماً دوندگان، کوهنوردان و شناگران ماهری هستند. خرس‌ها جثه‌ای بزرگ، پاهایی کلفت، دم کوتاه، موهای زبر و پوزه دراز دارند. هر کدام از دست و پاهایشان دارای 5 انگشت است که قابلیت جمع شدن ندارد و از لحاظ حرکت کفرو هستند. خرس‌ها با مقایسه دیگر گوشت خارسانان بزرگ دارای سرعت کمتری است، اما توانایی فیزیکی و استقامت بیشتری دارد. دست و پای آنها کوتاه و ناحیه لگن خاصره و کتف و دیگر استخوان‌ها قطور و مستحکم است. دست و پاها برای بالا رفتن از درخت و شکافتن خانه موریانه و کندوی عسل و جابجایی سنگ‌ها و کندن ریشه گیاهان و گرفتن طعمه تکامل
پیدا کرده است. راه رفتن خرس‌ها نیز با راه رفتن بسیاری از گوشتخواران تفاوت دارد و خرس‌ها جانورانی کفرو هستند. آنها می توانند با سرعت 55 کیلومتر بر ساعت حرکت کنند و همچنین خرس‌ها می توانند مانند انسان و روی پاهای عقب خود بلند شده و بایستند. خرس‌ها دشمنان زیادی در طبیعت ندارند. البته توله‌ها و خرس‌های نابالغ ممکن است توسط گربه‌سانان بزرگتر مثل شیر، ببر و خرس‌های دیگر آسیب ببینند. اما مهمترین تهدید علیه خرس‌ها انسان‌ها هستند. خرس‌های قهوه‌ای و خرس سیاه آمریکایی عموماً روزگرد بوده و روزها در حال فعالیت هستند، اما آنها بسته به شرایط ممکن است در شب هم فعالیت کنند. دیگر خرس‌ها معمولاً شبزی هستند و شبها به فعالیت می‌پردازند. خرس‌ها در بیشتر دوران زندگی خود به طور انفرادی زندگی می‌کنند و انفرادی ترین گروه گوشتخواران محسوب می‌شوند. خرس‌ها در حال حاضر در 60 کشور زندگی می‌کنند و اغلب در نیمکره شمالی و در قاره‌های آسیا، اروپا و آمریکای شمالی تراکم بیشتری دارند. خرس‌ها بزرگترین گوشتخواران خشکیزی هستند و بزرگترین آنها خرس قطبی است. خرس قطبی نر بالغ بین 2.4 تا 3 متر طول و بین 350 الی 700 کیلوگرم وزن دارد و کوچکترین گونه خرس‌ها آفتاب‌ها هستند که طولی بین 1 تا 1.4 متر و وزنی بین 25 تا 65 کیلوگرم دارد. امید است این گونه جانوری زیبا همیشه بر روی زمین زندگی کند.